بینندگان و شنوندگان عزیز، با عرض سلام و ادب، امیدوارم که خوب و خوش هستین و سلامتیتون به جا هست. من دکتر کفایی هستم. مجددا افتخار دارم که در خدمت شما باشم و گفتمانی در مورد بعضی از مطالبی که برای شما آماده کردم صحبت بکنیم. امیدوارم که مفید باشه. همونطوری که قبلا من خدمتتون عرض کردم، هدف از این برنامه اطلاع رسانی در مورد بیماری ها و یا احتمال بیماری هایی که ما میتونیم از حیوان ها بگیریم و یا اونایی که حیوان دارن تو خونشون چجوری باید تریتمنت بکنن و یا تداوی کنن و یا به چه نکاتی توجه کنن و کلا در این راسته ها هست. همینطوری که میدونین این برنامه به صورت پخش مستقیم میشه و خطا باز هستن. شماره تلفن رادیو تلویزیون رو حتما تو اکران های تلویزیون میبینین و اونایی که از رادیو گوش میکنن برنامه را، شماره هست 905 886 88 77. بس شد 905 886 88 77 و شماره مطب ما هست. اگه کسایی که بعدن سوال داشتن خواستن با ما تماس بگیرن، میتونن با شماره 905 882 0078 و شماره 416 801 0078 با ما تماس بگیرن. انشالله که بتونیم برنامه خوبی برای شما اجرا کنیم و برای دوستان و اونایی که اینترست هستن برنامه مفید باشه. من چندین مطلب به نظرم رسیده که امروز بتونم برای خدمت شما ارائه بدم. تا اونجایی که وقت به ما اجازه میده، بعضی از مطالب شاید به صورت کلی بشه و به جزئیاتش وقت اجازه نده که بریم، ولی در هر صورت سعی خواهم کرد که یه سری مطالب را به حضورتون ارائه بدم. اولین مسئله‌ای که میخوام با شما در جریان بذارم و در مورد اون صحبت کنم این هست که میدونین که خب مهاجرت همینطوری ادامه داره. دوستان، عزیزان و هموطنان ما همچنین از ایران به کشور کانادا و شهر تورنتو که ما هستیم مهاجرت میکنند و خب بعضی از این دوستان عزیزان ما سگ و یا گربه دارند و خب مسلماً به حق اینها را هم با خودشون به کشور کانادا میارن و خب مسلماً این عزیزان این سگ گربه هاشون را در ایران، تهران و یا شهرستان‌های دیگر پیش دکتر می بردن و تحت معالجه و تحت برنامه‌های که دکترها برای اونا میذاشتن زیر نظر دکترای پتشون این برنامه‌ها و یا تریتمنت و یا پریونشن و یا پیشگیری و جلوگیری از بیماری‌ها اجرا میشد. و وقتی که اینجا میان، خب طبق اطلاعاتی که از ایران از روش تریتمنت و یا پیشگیری برای سگ گربه هست، دوست دارن که اون مسائل و یا اون برنامه را همینجا هم ادامه بدن که خیلی کار خوبی است. و اما بنده دوست دارم که یه سری تفاوت‌ها و یا روش پیشگیری و یا تریتمنتی که ما اینجا اجرا میکنیم برای دوستان به صورت کلی بگم و اونایی که تشریف میارن شاید حتی مریض ما نیستن و یا پیش ما نمیان و یا جاهای دیگه میرن و یا آمریکا هستن و یا شهرهای مثل ونکوور، مونترال و یا هر جای دیگه هستن، یه اطلاعات کلی داشته باشن. حالا اینو خوشبختانه میان پیش ما. خب ما فارسی صحبت میکنیم و از برنامه روش تریتمنت و پیشگیری ایران خبر داریم، میتونیم به اونا توضیحات بیشتری بدیم
و اگر اینا پیش دکتر خارجی اینجا برن شاید اونها متوجه نشن که این دوستان عزیزان و هموطنان ما در مورد چه چیزی صحبت میکنن. چند تا چیز رایج که به صورت ماهانه سالانه برای سگ و گربه ها تجویز تزریق میشه واکسینیشن هست و یا واکسیناسیون هست و یکی دیگر دیورمینگ میگن که الان من خدمت شما اینا رو توضیح میدم که اینا منظور از این ترمینولوژی و یا معنی این کلمات چی هست. به صورت کلی واکسن برای دارو و یا آمپول و یا انجکشن هایی گفته میشه که این واکسن ها وقتی که به انسان و یا حیوان زده میشه یک ایمیونیتی و یا یک سیستم دفاعی در بدن ایجاد کنه برای آینده. اگر انسان و یا حیوان با یک ویروس به خصوصی روبرو بشه و یا به انسان به حیوان انتقال کنه، این بدن آمادگی داشته باشه که با این مریضی و یا ویروس مقابله کنه و مریض نشه. خب معمولا این آمپول و یا واکسن هایی که به انسان و حیوان میزنن معمولا به دو نوع هست این فرم این واکسن ها. یکی به صورت این که یا این مریضی یا ویروسی مثلا هاری و یا ریبیز که این ویروس رو میکشن و بعد از یه سری پروسسینگ این رو به صورت واکسن در میاد و به انسان میزنن. در واقع این ویروس هاری که اینا در آزمایشگاه ها نگه میدارن این به صورت کشته هست و اینو تزریق میکنن به انسان ها و حیوان ها برای پیشگیری و برای جلوگیری. این واکسن ها وقتی که زده میشه احتمال داره که خب یه انسان و یا حیوان هیچ موقع با این مریضی روبرو نشه و یا احتمال داره که 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال و یا 6 سال دیگه و یا 10 سال دیگه مریضی روبرو بشه و بدن آمادگی داشته باشه که با این مریضی مقابله کنه. معمولا این تایتر و یا شاید کلمه دیگه بهتری از تایتر نتونم پیدا کنم، همین تایتر واکسن در بدن برای سالهای سال میمونه و گاهگداری مثلا ما خودمون به خاطر شغلمون دامپزشکا و کسایی که با دام و حیوانات سر کار هستن و مستلزم هستن که مخصوصا واکسن هاری ما باید زده باشیم، ما دیگه لزومی نداره که هر سال و یا هر 2 سال واکسن هاری بزنیم برای پیشگیری از اینکه موقعی که حیوانی که حتی هار باشه تداوی میکنیم و یا تریتمنت میکنیم احتمال و یا خطر گرفتن اون هاری از حیوان رو داشته باشیم. همونطوری که عرض کردم ما وقتی که واکسن زدیم به بدنمون این تایتر برای سالهای سال میمونه. به همین دلیل پیشنهاد میشه به ما که ما هر 3 سال و یا 5 سال میریم پیش دکتر و برای یک آزمایش خون برای تایتر همون واکسن هاری آزمایش میدیم، نمونه خون میدیم و اونا میگن که شما هنوز در بدن و خونتون این تایتر به قدر کافی هست و احتیاج به واکسن نیست. بنابراین واکسن در واقع چیزی نیست که ما هر موقع بخوایم و آیا لزوم داشته باشه یا نداشته باشه برای انسان ها و همچنین برای حیوان ها تجویز کنیم. حتی برای حیوان ها امروز خیلی دوست ندارن واکسن را هر سال، هر 6 ماه، هر 2 سال بزنن و یا 3 سال بزنن. اینها حاضر هستن که
آزمایش تایتر اون بیماری به خصوصی که احتیاج به واکسن داره انجام بدن و اگر ببینن که در حیوانشون، در بدن و خونشون تایتر به خاطر کافی هست، دیگر این واکسن رو نزنن. یعنی از نظر عقلانی، از نظر انسانی یک عمل خیلی خوب و قابل ستایشی هست که مردم اینقدر پتاشون رو دوست دارن و یا سگ گربه‌هاشون رو دوست دارن که اجازه دوست ندارن که اگر احتیاج به واکسنی ندارن بی خود به اونا واکسنی بزنن. و خب همونطوری که میدونیم هر واکسن و یا هر اینجکشن و یا آمپولی که به بدن چه به انسان و چه به حیوان زده میشه احتمال ساید افکت و یا خطرات زائد خودش را به همراه داره. حتی برای حیوانا، برای تایتر چک میتونم بگم که این تایتر چک و یا آزمایش خونی که نشون بده که آیا این سگ و یا گربه احتیاج به واکسن داره یا نه، آزمایشش نزدیک به 300-400 دلار بالای 200 دلار هست، بستگی به بیماریش هست. با حال اینکه خود واکسن شاید با معاینه اینا 100 دلار باشه و همطوری که عرض کردم خیلی از دوستان عزیزان و مشتری ها هستن که دوست دارن که 200-300 دلار را بدن و آزمایش تایتر بکنن، ولی راضی نیستن که به سگشون گربهشون آمپول و یا سوزنی که احتیاج نیست زده بشه. پس بنابراین این یک جهت و یا یک معنی واکسن و یا واکسینیشن هست که ما یه مقدار در مورد این خدمت شما اطلاع دادیم. ما در واقع در مورد معنی واکسن و یا واکسن ما به چه چیزایی به صورت کلی تلقی بشه وارد جزئیاتش نمیشیم. این هست و واکسن هم در واقع بیشتر در مورد و برای بیماری های ویروسی گفته میشه. یعنی همونطوری که عرض کردم برای بیماری هایی که در آینده بیشتر البته برای بیماری های ویروسی استفاده میشه. ما برای بیماری هایی که دلیلشون و یا سببشون باکتری هستن واکسن داریم، ولی در اصل همون برای بیماری های ویروسی استفاده بیشتر میشه و ایمیونیتی و یا سیستم دفاعی در بدن برای بیماری های ویروسی بیشتر ایجاد میشه در بدن تا بیماری های که دلیلشون و باعثشون باکتری هستن. ما حتی در حیوانات واکسن ها را و یا واکسن هایی که به حیوانات زده میشه به دو دسته بزرگ تقسیم میشن و یا به دو دسته اصلی تقسیم میشن که اینا را به صورت انگلیسی و یا به زبان انگلیسی کور واکسین و یا نان کور واکسین نامگذاری میکنن. کور واکسین منظورش اینا است که واکسن هایی که اصلی هستن و خطرشون بیشتر هست، ایجاد بیماری مشکلی بیشتری میتونن بکنن و جلوگیری و تریتمنت تداویشون وقتی که حیوانای بیمار را میگیرن سخت‌تره. اینا رو کور واکسین میگن. مثل هاری در حیوانات بیماری مثل دیستمپر و یا پارو ویروس، اینا یه سری واکسن های هم هستن که نان کور واکسین میگن. یعنی اینا آنچنان خطر زیادی برای حیوانات ایجاد نمیکنه، ولی با همه این حال اگر لازم باشه بعد از صحبت و معاینه و اطلاعات که گرفتن جمع کردن از مشتری که ما ببینیم اگه بستگی داره که مثلا یک پت و یا سگ گربه شما آیا این در یک بریدینگ ایریا و یا جایی که هم تولید مثل هست
زندگی میکنه و یا در پت شاپ و یا استور که اونجا فروش است و یا حیوانات زیادی هست زندگی میکنه و یا در یک خونه‌ای که هیچ سگ گربه دیگری نیست و یک سگ کوچولو و یا گربه کوچکی هست که در طبقه 5 و 10 زندگی میکنه. اینا رو ما بر اساس صحبت‌هایی که با صاحبای حیوانات صحبت میکنیم و اطلاعات به اونا میدیم، بر اساس و یا در نتیجه این صحبت هامون با همدیگر تصمیم میگیریم و به استاند اینفورمیشن های و اطلاعات علمی که ما به صاحبان حیوانات میدیم و اطلاعاتی که در مورد زندگی و یا محیط زندگی اون حیوانات از کلاینت و یا مشتریامون میگیریم، به نتیجه گیری میرسیم که آیا چه واکسن این پت احتیاج داره یا نه. در واقع ما به صورت کلی میگیم که ما واکسن رو کاستومایز میکنیم، یعنی هر حیوانی برای خودش به خاطر محل زندگی و شرایط زندگی و یا محیط زندگی داره احتیاج به یه سری واکسن داره. همه اینا رو در یک کاتگوری نمیذاریم که خوب و بد همشون باید همه چیز را بگیرن و یا واکسن زده بشه. در یکی از دلایلی که خب این کار نمی کنیم برای اینکه خب مسلما وقتی که ما به چیزی احتیاج نداریم چرا باید به بدنمون وارد کنیم؟ همین چیزی که ما برای خودمون دوست نداریم همینقدر حاضر نیستیم که به حیوانامون هم که بی زبان هستن و ما هر کاری بکنیم به ما اجازه میدن، دلیل نداره که وقتی که واکسن و یا آمپول و یا چیزی که احتیاج نیست به اونها بزنیم. و در کنار اون خب کاست داره، خب هزینه داره، خب مستلزم این هست که صاحب پت و یا حیوان هزینه برای این سرویس و یا واکسیناسیون باید پرداخت بشه که اینم اگر لازم نیست خب بهتر است که این کار را نکنیم. دلیل سوم و باز مهمتر که بیشتر فوکوس من در این مورد هست، این واکسن ها میتونن ساید افکت داشته باشن، یعنی تاثیر بد روی بدن داشته باشن. حتی گاهگدار یک انسان واکسن یک انسان و یا حیوان رو میتونه اگه مناسب نباشه، شرایط حیوان مناسب نباشه و یا واکسنش خوب نباشه، میتونه حیوان و یا انسان را به کشتن بده و یا جونش را از دست بده. بنابراین یکی از دلایلی که ما واکسنی که لازم نیست نمیزنیم اینه که خب هر واکسن یه ویروس هست و اینا خطرناک هستن. من عرض کردم یه سری از واکسن ها رو که مثل هاری اینها رو به صورت میکشن در آزمایشگاه ها زیر تکنولوژی های متفاوت و بعضی از اینها رو مودیفاید میکنن، یعنی یک سری تغییر تحولات در این ویروس ها انجام میدن ولی کاملا کشته نیستن. بنابراین اگر بدن ما آمادگی دفاع از واکسن نداشته باشه میتونه همون بیماری رو بگیره، یعنی همون واکسن ما میتونه تبدیل بشه به بیماری. بنابراین یکی از نکاتی که ما در واکسیناسیون در حیوانات که امیدوارم و حتما هم در انسان هم رعایت میشه این هست که ما واکسن ها رو به حیوان هایی که سگ و گربه ها و یا حیوان هایی که هلتی هستن، سالم هستن میزنیم. یعنی این که اگر شما وقتی واکسن سگ و گربتون هست اگر مطلب ما تشریف بیارین و در حین صحبتمون و یا هیستوری تیکینگ و یا اطلاعاتی که رد و بدل میکنیم بین ما و شما، اگر شما بگین که سگ شما مریض هست و عطسه میکنه، استفراغ میکنه، معذرت میخوام اسهال داره و یا غذا نمیخوره، بنابراین مریض پت شما و یا سگ و یا گربه شما مریض حساب میشه از نظر علمی و یا از نظر مدیکالی و بنابراین این پت و یا حیوان شما کندیدیت و یا موقعیت مناسبی نداره که واکسن بزنه و بنابراین بهتر این هست که ما واکسن را پستپون بکنیم، به عقب بندازیم و موقعی که کاملا مشکلات این حیوان شما برطرف شد اون
موقع واکسن میزنیم. حالا چرا این یه سری اطلاعات جانبی و فکر میکنم که اصلی و مهم در مورد واکسینیشن و یا واکسیناسیون حیوانات بود. و اما ما دوستایی که از ایران میان میگن که سگ و یا گربهشون رو میارن مطب، میگن که ما سگمون رو آوردیم برای واکسینیشن انگل که هر 3 ماه ما در ایران انجام میدادیم. این اولا این که خب ما متوجه شدیم و میبینیم که در ایران برای کشتن انگل ها و برای سگ و گربه ها آمپول میزنن و اونم دیگه رایج شده که مردم به اسم واکسن میدونن. همونطور که عرض کردم اولا این از دیدگاه علمی تا اندازه واکسن نیست، برای اینکه واکسن و یا واکسینیشن در واقع برای پریونشن و یا جلوگیری و یا ایجاد دفاع برای آینده زده میشه که اگر تصادفی و یا به هر علت انسان و یا حیوان با یک مریضی روبرو بشه، بدن یه آمادگی برای دفاع از خودش داشته باشه. حال این که مثلا اولا این که این واکسنی که برای ضد انگل میزنن، همونطور که عرض کردم برای دفاع در آینده نیست، بیشتر برای برطرف کردن و یا از بین بردن انگل های موجود در بدن است. حال اینکه ما انگل وقتی که میگیم و یا کرم داخلی که در روده و معده انسان ها و حیوانات میتونه رشد بکنه، به وجود بیاد، البته اینا استیج های متفاوت دارن، مثل تخم گذاری دارن، بعد به یک رشد میدل ایج میرسن، میدل ترم میرسن و بعد به صورت ادالت میان. بنابراین این داروهایی که ما برای ضد انگل استفاده میکنیم معذرت خواهم، اینا در واقع اینا رو میتونه این انگل هایی که ما در بدنمون و یا بدن سگ گربه و یا دل روده سگ گربه‌مون هست، اون حالا حتی اگه در استیج های متفاوت باشه اونها رو از بین میبره. برای آینده آنچنان یک چیز دفاعی درست نمیکنه. سیستم این داروها بر اساس اینه، برخلاف واکسن های اصلی. مثلا وقتی شما سرما میخورین و یا سردرد دارین و یا استفراغ میکنین، معدتون درد میکنه، شما آنتیبیوتیک میخورین و یا دارویی میخورین، کمک میکنه به سیمتوما و یا ساین ها و یا علائمی که موجود است از بین بره. شما بهتر میشین و احساس بهتری میکنین و راحتتر هستین و هلتتر هستین. ولی شما رو در مورد بیماری هایی که در آینده بخواد بگیره، شما را در بدن شما ایجاد سیستم دفاعی نمیکنه. چه بسا که همینطور برای آنتیبیوتیک ها گفته میشه که خب میدونیم که گفته میشه اگه تا اونجایی که ممکن هست آنتیبیوتیک نخوریم، برای اینکه اگه ما الکی و بدون برنامه و بدون تشخیص دکتر آنتیبیوتیک بکنیم، نه تنها امروز برای ما این آنتیبیوتیک ها کمک نمیکنه، بلکه برعکس در بدن ما یک سیستم ایجاد میکنه که با میکروب ها و یا باکتری ها یک زندگی و یا یک همراهی ایجاد میکنن که به همدیگه بیشتر عادت میکنن و اگر در آینده ما بیماری بگیریم، سرماخوردگی و یا هر بیماری دیگر، اگه آنتیبیوتیک
بخوریم دیگه اون آنتیبیوتیک برای اون بیماری یا کم میشه و یا اثر نمیکنه و یا کم اثر میکنه. بنابراین ما دلیلی نداریم که چیزایی که لازم نیست به بدنمون تزریق کنیم و یا بخوریم. این واکسن هایی که در ایران برای انگل ها تزریق میشه، البته این به صورت فرم لیکوید و یا شربت و یا تابلت و یا کپسول هم هست و ما توصیه میکنیم که به جایی که اینجکشن و یا آمپول اینا بخورن و یا بزنن، میتونن دوستامون اینو به صورت تبلت، کپسول و یا شربت به مشتری ها و یا حتی دراب به مشتری ها و یا دوستایی که پت دارن بدن و اینها در خونهشون بر اساس همون احتیاجشون استفاده کنن. یکی از دلایلی که ما میگیم که اینو به صورت شربت و یا کپسول دراب چیز کنین، استفاده کنین، این که خب مسلما حیوان که آمپول و یا اینجکشن نخوره خب مسلما دردش نمیاد و این که دیگر این که ما این به صورت علمی نتیجه گیری شده است که ما هر آمپولی که به بدنمون میزنیم زده میشه، چه حیوان و من بیشتر در مورد خب مسلما در مورد شاید حیوانات صحبت میکنم و بکنم، این است که شانس این که یک سرطان پوستی و یا زیر پوستی جای آمپول ها ایجاد بشه هست. یعنی ما واکسنی که میزنیم ما تثبیت شده که جایی که ما آمپول واکسن را میزنیم میتونه ایجاد سرطان بکنه برای حیوان. این باره اتفاق افتاده که مثلا مشتری به ما مراجعه کرده، گفته که در این قسمت بدن سگ من و یا گربه من یک لامپ مس گروت و یا یک غده‌ای به وجود اومده و ما به همین دلیل یک پروتکل داریم که برای سگ و یا گربه واکسن های متفاوتی که میزنیم، این که ما هر کدوم از این واکسن ها را به یک قسمت حیوان میزنیم و اگر شما مثلا به عنوان مثال میگم، مثلا ما واکسن هاری را به قسمت و یا نزدیکی های قسمت پای راست حیوان میزنیم و اگر شما تشریف بیاره و واکسن هاری که به قسمت نزدیکی های پای راست زدیم، پای راست در واقع عقب حیوان زدیم، اگه غده باشه ما شک میکنیم که این غده میتونه از واکسن از جای اینجکشن باشه، ولی شما تشریف بیاریم بگین که ما حیوان یه غده پشت گردنش هست و ما فکر میکنیم که این از واکسنی که شما زدین هست، این زیاد برای ما مورد قبول نخواهد بود، چون که طبق مقررات پزشکی و دامپزشکی که ما داریم تمام بیمارستان ها باید پروتکل خودشون را اجرا کنن، پروتکل داشته باشن که کدوم واکسن رو به کجا زدن. چه بسا که ما برای اینکه بحث طولانی نشه این کل غده و یا گروت و یا لامپ را در میاریم و برای آزمایش میفرستیم و آزمایش، نتیجه آزمایش نشون میده که این غده به خاطر واکسن ریبیس نبوده، به خاطر چیز دیگره بوده. یکی از این چیزایی که دیگر دلیلش میتونه باشه، احتمال داره که همین مریض یا تو بیمارستان ما و یا یه جای دیگه آمپول های دیگری خورده باشه، مثلا آمپول آنتیبیوتیک زده باشه، آمپول ضد کرم خورده باشه و یا هر چیز دیگر. یعنی اینکه وقتی ما به بدن یک ماده خارجی را وارد میکنیم و یا اینجکت میکنیم، بدن حق داره که نسبت به اون ماده خارجی
ریاکشن و یا واکنش نشون بده و یه غده‌ای درست کنه به صورت سیست، به صورت گروت، که این غده میتونه به صورت تومور کلی میگن و این تومور میتونه خوشخیم باشه و یا حتی احتمالش هست شده، دیدیم هست که میگن که میتونه یه غده سرطانی و یا سرطان بدخیم باشه. بنابراین به همین دلیل ما توصیه میکنیم که ما تا اونجایی که ممکنه به حیوانمون آمپول، تا اونجایی که ما اولا کلن واکسن دارو کم بدیم و اگر هم که واکسنی دارویی میخوایم بدیم ما اونجا نگاه میکنیم که چه فرم هایی برای اون واکسن و یا دارو موجود هست، کدوم یکی از این فرم های دارو کمترین ضرر و بهترین استفاده منفعت رو برای پت ما داره. این ما دکترها هستیم که باید تشخیص بدیم و آگاهی و اطلاعات را در اختیار مشتری عزیزانمون قرار بدیم که و بعضی موقع هست که ما اجازه نداریم از نظر اخلاقی و از نظر پروفشنالی که تصمیم گیری را در اختیار کلاینت و یا مشتریمون بذاریم، برای اینکه اونها از نظر این تصمیم گیری یک تصمیم گیری پزشکی علمی هست و اون هم فقط دکتر باید تصمیم بگیره و ما مسلماً مشتریمون ضمنی که حیوان رو دوست داره و آگاهی اطلاعات زیادی هم در مورد خیلی چیزا داره، خیلی هم آدم روشن فکره، ولی در این خصوص حتما باید اجازه تصمیم گیری در این مورد را به دکتر بده و رجوع کنه به تصمیم گیری دکتر. بنابراین ما به صورت خلاصه این که برای ضد انگل آمپول نمیزنیم، یک فرمت های دیگری هست که احتیاج نیست شما پتتون و یا سگ گربتون هر ماه و یا 3 ماه پیش ما بیارین، ما میتونیم به شما دارو بدیم، شما خودتون در خونتون تجویز کنین، تزریق کنین، اونا به صورت شربت، قرص، پاودر و به صورت فرمت های دیگه بدین. این هزینه شما را کم میکنه، رفت آمد شما را کم میکنه و احتمال این که خدای نکرده در جای اینجکشن و یا آمپولی که میزنه مشکلی پیش بیاد از اونم جلوگیری شده هست، خواهد بود. و کلمه‌ای که برای ضد انگل به زبان انگلیسی استفاده میشه به صورت دیورمینگ، کلمه دیورمینگ استفاده میشه. من حالا امیدوارم که با احترامی تمامی که برای دوستان و همکاران خود در ایران و کشورهای دیگر دارم، امیدوارم که دوستای ما هم این نوع پروتکل های ضد انگل و واکسیناسیون را ترجیح بدن. این هم به نفع خودشونه، هم به نفع پت و هم به نفع مشتریه. یکی از تحقیقاتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی کردن که از مردم پرسیدن که شما به کدوم قشر از پروفشنال ها بیشتر اعتماد میکنین و به صحبتاشون و حرفاشون اعتماد میکنین، در کنار پروفشن های مثل نرس، مثل معلم و یا تیچر و یا دکتر، یک گروه دیگر هم دامپزشکا هستن که مشتریای ما، انسانای ما به اطلاعات ما و به درستی ما، به صداقت ما اطمینان کامل دارن. یک نمونهش هم همینه که اینقدر این مسئله دیگه جا افتاده که حتی به ما به خاطر اطمینانی که در سوسایتی به قشر معلم، به قشر دکتر انجام میشه، به ما حتی اجازه امضای پاسپورت دوستانی که برای پاسپورت اقدام میکنن ما اجازه داریم که زیر اپلیکیشن اونها و یا فرمای اونها را
پروف کنیم و اپروف کنیم و به درستی صداقت و به درستی صداقت اون شخصی که برای پاسپورت اپلای میکنه شهادت بدیم و این سوسایتی و سیستم قانونی هم به امضای ما به شغل ما احترامی به خصوص و به جایی دارد. بنابراین صداقت ما و اطلاعات ما در واقع پشتوانه و سرمایه پروفشن و کار ماست. حالا چرا ما میگیم که این به صورت اینجکشن نشه و یا بهتر است که ما به صورت آمپول بزنیم؟ این فقط دیدگاه من نیست. اینجا در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، کانادا و کشورهای پیشرفته اروپا همه این تصمیم ها به صورت یک سیستمیک گرفته میشه. یعنی اینا میان یک پروتکل برای دیورمینگ و یا ضد انگل دادن برای خود گربه یک پروتکل داره، سگ یک پروتکل داره، اسب یک پروتکل داره، مناطق مختلف یک پروتکل داره، ایج های مختلف برای دیورمینگ و یا ضد انگل دادن پروتکل خودش را داره، واکسیناسیون پروتکل خودش را داره و این پروتکل ها را دیمی و هر کسی بر اساس کیف خودش درست نمیکنه. اینجا مثلا انجمن ضد انگل و یا انگل تریتمنت و یا پرازیتولوژی و یا واکسینیشن نورت امریکا داریم که یعنی اینا اکثرا عضوهایی که این پروتکل ها را تعیین میکنن و تثبیت میکنن تمام محققین، پروفسورها و دکترای هستن که در سطح دانشگاه ها درس میدن و اونجا کار میکنن و این پروتکل ها رو بر اساس تحقیقات دانشگاهی پیدا میکنن، جمع آوری میکنن و به ماها که در پرکتیس هستیم و کار میکنیم در اختیار ما میذارن و به ما هم پیشنهاد میکنن که از این پروتکل ها رو استفاده کنیم برای اینکه از نظر ما هم اینا دیگه بهترین نتیجه گیری است. خب ما مسلماً دوست داریم یه سیستمی استفاده کنیم که رو اون کار کردن، نتیجه گیری کردن و نتیجه بهتری گرفتن تا اینکه خودمون بیایم از خودمون و یا دیمی یه کار بکنیم که هیچ پشتوانه‌ای در موردش نباشه. و ما در کشور امیدوارم که همه جا هم از نظر اخلاقی هم از نظر اتیکی پروفشنالی برای هر کاری که انجام میدیم مسئول هستیم. حالا دلیلی حتما نیست که باید ما به شکایت و حکایت و فحش و بد و بیرا برسیم. ما از نظر اخلاقی اینقدر همونطوری که عرض کردم اینقدر شغل ما مقدس است، اینقدر شغل ما با ارزش با کیفیت هست که ما در واقع یک کار استثنایی انجام میدیم و یک سری جاندار حیوان را تریتمنت تداوی میکنیم که خودش صحبت نمیکنه و آنرش و یا صاحب حیوان با صداقت کامل به ما اطمینان میکنه و ما کار انجام میدیم. بنابراین از یک اهمیت به سزایی برخوردار هست. همونطور که عرض کردم این واکسیناسیون و خودش یک پروتکل داره. دوستایی که خب در کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی زندگی میکنن هممون کما بیش از این به این دسترسی داریم، از این خبر داریم. همین پروتکل اونایی که پیشنهاد میشه که در نتیجه تحقیقات پیدا شده اونا رو استفاده میکنیم و اما در مورد و همچنین در مورد دیورمینگ و یا ضد انگل همچنین اینجا ما پروتکل داریم و پروتکل همونطور که عرض کردم به جا و مکان حیوان و جنس و جنسیت و چیز میتونه تغییر بکنه ولی به صورت کلی اگر برای شما مثال بزنم، مثلا ما اینجا سیستمی که برای داروهای ضد انگل استفاده میکنیم سیستم اینطوره و پروتکل اینه: هر سگ گربه‌ای بر اساس
پیشنهادات که به ما پیشنهاد شده همونطور که عرض کردم از مراجع علمی این هست که هر سگ و بچه سگ و یا گربه هر 2 هفته باید داروی، وقتی که بچه هست پاپی هست و یا کیتن هست، هر 2 هفته باید ضد انگل بخوره تا 3 ماه. بعد از 3 ماه هر ماه یه دفعه باید ضد انگل بخوره، چون که اینا بیشتر توی پاپی و یا کیتن و یا در جاهایی که به صورت دست جمعی زندگی میکنن اینطور انگل ها زیاد است. بعد از 3 ماه هر ماه یک دفعه تا 6 ماه و بعد از 6 ماه به صورت ادالت میگن. ادالت یعنی یه پروتکل سیستم برای ادالت میگن که اونم به صورت کلی حداقل 4 بار در سال باید دیورم بشه و یا ضد انگل داده بشه. 4 بار در سال. خب اینم داروهایی همونطور که هستن، هم اینجکشنش هست. معمولا اینجکشن ها رو و یا آمپول ها رو اگر مریضی حاد باشه و یا بر اساس تستی انجام بدیم و ببینیم که بیش از اندازه در یک حیوان انگل هست و یا تخم انگل هست، برای اینکه ما سریعتر بتونیم به این کمک کنیم شاید داروی اول را به صورت آمپول بزنیم، ولی بقیه آنها را سعی میکنیم با داروهای اورال و یا اونی که از طریق دهن به اونها داده بشه و یا دراب بدیم و مشتری ببره و با هزینه کمتر و با مشکلات کمتر در خونه خود این کارا را میتونه انجام بده. یکی از داروهایی که در ایران برای ضد انگل در سگ و گربه ها استفاده میکنن، برای به صورت به زبان رایج و یا عمومی برای میگن سیست هست. این سیست و یا کیست و یا سیست یک بیماری انگلی هست که در اثر تیپ فرم و یا فارسیش الان شاید یادم نیاد، در اثر تیپ فرم هایی هست، کرمایی هست که اسمشون تیپ فرم هست و فرمی که اینا چیز میکنن سیست، اسم دیگر سیست و اسم دیگر پاراسایت اکینوکوکوس گرانولوزوس هست. اینم یه اسم علمیش هست و این کرما معمولا میتونه در گوسفندها و گاو و حیواناتی که برای کشتار استفاده میشه میتونه پیدا بشه و چجور به سگ و گربه انتقال میکنه و چجور بعد به انسان ها انتقال میکنه مقدار اطلاعات در خدمت شما میگذارم. این که اگر بالاخره حیوانا در جای عمومی زندگی میکنن و خب بهداشت مثل مسلما انسان نیست و فلان، بعد اینا اگر این انگل را داشته باشن و اگر سگ و گربه شما با گاو و گوسفند تماس نزدیک داشته باشه، با مدفوعشون تماس نزدیک داشته باشه و یا اینکه گوشت خام و یا دل روده و خام این حیوانات رو خورده باشه، میتونه سگ گربه شما این انگل و یا تیپ فرم و یا اکینوکوکوس را میتونه به خودش انتقال بده. اونم اگر اون سگ حیوان و یا گاو و گوسفند اگر داشته باشه و اگر گوشتش داشته باشه و وقتی که این حیوان شما و یا سگ گربه شما این انگل را از گوسفند و یا گوشت گوسفند و یا گوشت خوک و یا گاو گرفت، میتونه در سگ گربه رشد کنه و میتونه تخمش را در خونه و در اطراف خونه بریزه و ما انسان ها وقتی که به سگ گربه دست میزنیم و یا بغل میکنیم، بوس میکنیم، میتونیم این انگل ها رو بگیریم و این انگل ها میره در معده و روده و ما رشد میکنه و بیشتر در کبد خودشو جا میگیره و گاه داره در ریه ها جا میگیره و سیست ایجاد میکنه و
ما رو مریض میکنه، که به خاطر همینه که خیلی از مشتری ها میان میگن که ما شنیدیم که هر کسی سگ و یا گربه داشته باشه موش میره تو ریه‌هاش و سیست ایجاد میکنه، میمیره، و به خاطر همین ما نمیخوایم در خونمون سگ گربه داشته باشیم. این سیست جریانش تقریبا به این سیستم و یا صورته. خب ما باید چیکار کنیم؟ فقط این انسان ها، حالا اگه بخوایم انسان ها رو صحبت کنیم، فقط از سگ و گربه هاشون لزوم نداره بگیرن. اینا میتونن همین انگل رو از آب خوردنی در جاهایی که غیر شهرنشینی هستن و با فضولات و چیزای دفعی حیوانات مخلوط آلوده میشن، از طریق سبزیجات، از طریق آب هم میتونن به خودشون انتقال بدن این انگل را. فقط دلیلی نیست که ما سگ گربه ها را برای این کار و یا برای این مریضی سرزنش کنیم. خب برای پیشگیری چیکار باید بکنیم؟ چی میکنیم؟ خب مسلماً این سیستا و تیپ فرما در کشورهای میدلیست و اینا تا اندازه متاسفانه جاهایی که بهداشت و یا بهداشت حیوانات زیاد رعایت نمیشه به دلایل متفاوته، اونجاها بیشتر است تا کشورهای پیشرفته. خب اونجا هم خب مسلماً اونایی که اگه مثلا شما تو تهران زندگی میکنین و سگی دارین که فقط از صبح تا شب تو خونتون هست و غذاهای پخته میخوره و یا غذاهای پت فود میخوره و هیچ موقع رافود و یا غذای خام گوشت خام گوسفند و یا خوک و یا گاو نمیخوره و آب تمیز میخوره و همیشه هم تو خونه هست، خب مسلما ایران هم که زیاد سگ‌های اینور اونور سگ‌های خونگی راه نمیرن، بنابراین احتمال اینکه سگ شما این انگل را داشته باشه خیلی خیلی کم و یا اصلا نیست. ولی با همه اینها شما توصیه میشه که حداقل سالی یک دفعه تست مدفوع انجام بدین و حتی اگه میتونین 6 ماه این کارو بکنین خیلی بهتر از واکسینیشن برای دیورمینگ و یا ضد انگل هست، چون که این اینجکشن هایی که برای ضد انگل و یا میزنن اینا فقط برای یک سری از انگل ها است. حال این که اگه شما که در خونه تصمیم گرفتین سگ و یا گربه نگه دارین، اگر سالی یک دفعه و یا 2 دفعه حتی زیاد هم میتونین کارا بکنین، آزمایش و یا تست از مدفوعش بکنین، میتونین ببینین که آیا انگل داره یا نداره، و یا اینکه میتونین ببینین که انگلایی داره که اصلا با این واکسنی که میگن میزنن کاور نمیشه و یا پروتکت نمیشه و یا اون واکسن برای این انگل ها نیست. میدونیم که هیچ دارویی و یا ضد انگلی نداریم که برای همه انگل ها و یا مریضی ها رو کاور کنه. بنابراین ما سعی میکنیم قبل از اینکه داروی تجویز کنیم آزمایش خون انجام میدیم، آزمایش مدفوع انجام میدیم، اولا ببینیم که انگل داره یا نداره و اگر انگل داره کدوم انگلی هست و کدوم دارو بهتر برای اون کار میکنه و چطور میتونیم پیشگیری کنیم. پیشگیری مثلا همین برای این تیپ فرم و در کشورهای غربی، ایران نمیدونم سیستمش چجوریه، اینه که مثلا سعی میکنیم که شپش و یا فلی حیوانمون نداشته باشه، چون که این فلی هم میتونه این ورم را به سگ ما انتقال پیدا بکنه و از سگ به سگ دیگه انتقال پیدا بکنه. پیشگیری به این صورت میشه که شاید به صورت مستقیم از خود انگل نمیتونیم، ولی فلی و یا شپشی که میتونه اینا رو انتقال بده و قورت بده بعد به ما انتقال بده، اینا میتونیم با
ریموو کردن و یا تریتمنت و یا پریونشن اونها، یعنی مثلا دراپ هایی هست و یا قطره هایی هست که حتی قرصاش هم هست که به سگ گربه ها میدیم که اینا شپش نداشته باشن تا اینکه همین انگل و یا سیستم از حیوان به حیوان و یا حیوان به انسان انتقال بتونن بدن. بنابراین خواستم دوستایی که چه ایران پرکتیس میکنن و یا حیوانشون پیش دکتر میبرن و چه دوستایی که از ایران تشریف میارن اینجا و سگ گربه‌هاشون رو میارن و میخوان که بهترین کار رو برای سگ گربه‌شون انجام بدن، در واقع کانفیوز نشن که چجور میشه که در ایران هر 3 ماه واکسن ضد انگل زده میشه و اینجا زده نمیشه. من فکر میکنم اخیراً شاید در 2-3 ماه گذشته 3 و یا 4 تا مشتری که اخیراً از ایران تشریف آورده بودن و پتشون و سگشون آورده بودن برای واکسن ضد انگل، من گفتم که سیستم اینطوریه، شاید پت شما احتیاج به داروی و یا واکسن ضد انگل نداشته باشه و من توصیه میکنم که یه آزمایش مدفوع بکنیم ببینیم کجای کار هستیم و بعد شما به من بگین که آیا میخواین تو فارم زندگی کنیم و یا در وسط شهر تو طبقه 20 زندگی کنین و میخواین فقط یه دونه پت دارین و یا میخواین 10 تا پت خواهین داشت، 3 تا پت خواهین داشت و یا سگ گربه خواهین داشت و آیا شما این سگ گربه‌تون قراره که هر هفته ماه بره تو هتل و یا بوردینگ و جایی که سگ گربه نگهداری میکنن اونجا بمونه یا نه. همه اینا را که اطلاعات رد بدل کردیم یک جمع‌بندی میکنیم و بهترین چیزی که بتونه حیوان ما را و نتیجتا خود ما را، اعضای خانواده را از این بیماری ها و انگل حفظ کنه، یک تریتمنت و یا یک داروی تصدیق تجویز و یا خونه فرستاده میشه و خب مسلما بچه ها بیشتر از همه مورد و یا پران هستن تو و یا اویلیبل هستن اینطور بیماری ها رو بگیرن، برای اینکه مسلما اینا به همه چیز دست میزنن و اکثرا دستشون دهانشون هست و به این راحتی میتونن اگر سگ و یا گربه شما انگل داشته باشه از طریق دهن به خودشون انتقال بدن. خب زیادم نباید و دوست نداریم که پیکی بشیم، ولی به صورت کلی چیزایی که ما توصیه میکنیم در کنار آزمایش مدفوع و دادن داروی ضد انگل، با همه این حال ما توصیه میکنیم که همیشه موهای سگتون دور و بر دهنش کمتر باشه، چون خب سانیتیشن و یا سلامتی بهداشت خیلی مهمه و موهای دور و بر زیر دمش و یا پرایوت ایریاش کوتاه باشه، شما بتونین به راحتی تمیز کنین، بتونین مشکلی داره اگه احتیاج به نظافتی هست بتونین به راحتی ببینین. اینا چیزایی هست که شما به راحتی میتونید در خونه اجرا کنین، رعایت کنین، به گرومر ببرین و اگر میتونین هر موقع که با پتتون تماس دارین اینا و مخصوصا به بچه هاتون هم اینا رو یاد بدین و یک چیز سیستمیک باشه، دستاشون رو بشورن و دستای خودتون رو بشورین و بیرون هم که میرین سعی کنین خب پتتون، سگ گربتون چیزی و مخصوصا سگاتون از زمین چیزی نخوره، جای کثیف نره و فکر میکنین که احتمال داره که سگی میبینین در پارک و یا در خیابان که فکر میکنین که احتمال داره که واکسن نزده باشه، دیورم و یا ضد انگل نخورده باشه، از اونها هم دوری کنین. ولی با همه این حال واکسیناسیون لازم هست، دیورمینگ و یا ضد انگل لازم است، منتاش فرمت و یا فرمول هر کدوم از اینها برای هر مریض و پیشنتی به خاطر موقعیت زندگیش، به خاطر سن سالش، به خاطر محیطی که در اون زندگی میکنه فرق میکنه. امیدوارم که تونسته باشم مطلبی خدمت شما ارائه داده باشم و مفید باشه برای شما
برای اینکه سلامتی چه برای انسان و چه برای حیوان حرف اول رو میزنه. اگه ما یک وجود و یا زندگی سالمی، بدن سالمی نداشته باشیم، مسلماً از هیچ چیزی نمیتونیم لذت ببریم. من اینجا به صحبتم خاتمه میدم و برای همگی شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. روز خوبی داشته باشین. تا بعد. اینه قسم من درد میشم میرم